صبح بخیر دوستانی عزیز. انا بینه دوستانی مهربان، امروز برف بارون همه جا برف پوش. اینجا برف بردسته ولی در این ویدیو در وقت سیومکا کردن در اون قدر خوب اومدگی نمیتوه ولی به حد برفی سخت بردسته. ما باوری نداشتیم که برف میبوره. در این اینترنت دیده بودیم، در تلویزیون هم گفته بودن که شبی 8 به 9 برف میبوره. ما گمان کردیم مثل هر وقت نمی خیلی در وی میبوره برف، طرفی همی کوه خوده میبوره و طرفای مادن نه، ولی سحر خستیم برای ما نمی خیلی یک برفی ناگهانی شید. اینجا بینید ما کور رفتستم، این درخت ها هم خم زدگی انم خیلی شکستگی بسیار مشکل شد. نبینید. امیدوارم که در نمی ساحه های زراعت کاری و در نمی چرواداری ضرر قچه نمی رسونه، زیرا برف بینید برفی آوکیه بگمانم که ای آو میشه تیز میره و امروز من بازار نمیروم دوستانی عزیز. باید میرفتم به نوار میگرفتم یک چند چیزا با خرید میکردم ولی متاسفانه سحر که خستیم برف بعد گفتم نمیروم بازار. انم یک برای پد پیشکانی عزیز کم هم باشد انم برف به نوار میگیرم. بهاری وطنم شما دا پیشنهاد کرده بودم، نشان داده بودم دوستانی عزیز. انا که بینید که زمستانی وطن در بهارم شما دا نشان میتم. در همین تلویزیون گفتن که همین خیلی برف 26 سال پیش سالی 94 باریده بوده در ماه اپریل برف در تاجیکستان. انا بینید در همین 26 سال با همین برف بارید. جا بینید درخت ها شکستگیان. آنا او طرف در زنکوره بینید هزم جمع کدستیان حسابی هم درخت های شکستگی. جا هم آو شده. خیلی که گفتم حاضی سحر برف باریدسته ولی علاقه بینه آو شدسته. باوری دارم که همه برف بسیار نمیسته و در آو میشه. انجام کار داریم دوستانی عزیز. چی آوردن؟ دادارم چکری آورده. کسی دوست داری چکریه مرحمت تماشا کنید. ما وای در بازار دا نمیدونم فروش ده هست نیست. ما قناقس که نمیبینم همی چیزا را چی نمیکنم. چی خیلی میگن انترسابت نمیکنم راستی گپ ولی همی بانوانی ما بسیار پرهنرن که بسیاری ها نمی خیلی آینم چکری مربایم میکنن. ما فهمیده بودم که چکری مربا میکنن. خلاصه نتماشا کنه کسی چکری را نغز میبینه هم خیلی یا بانچش دسمه سیسمه یا میره در بزرگ اگر باشه. انا دوستانی عزیز چی خیلی که گفتم حاضی عبیته ساعت 1 شدسته. بینید علاقه همه جا برف آو شد. فقط جا کمکه که موندگه زمین ها را بینید حتی قاق شدگه زمین ها. افتوبک دریجه نکیم در نوار قاقشو نامده افتوبک. خلاصه دوستانی عزیز ویدیو امروزه را انتظار شوید. ما امروز ویدیو